به نام خداوندی بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان گرامی. امروز باز یک لایحه نوی را پیشکشی شما خواهیم کرد. این هم باشد آموزش زبان فارسی. این درس ها انکترش برای نوآموزان و برای کسانی هستند که تماما خط فارسی را خوانده و نوشته نمیتوانند، یا به شکل دیگر کوتاه‌تر کرده گویم برای نورسان هستند، برای نورسان یا نوآموزان. اصلا درس های ما همگی برای نوآموزان هستند، چی زبان انگلیسی، چی زبان عربی، روسی، تاجیکی، فارسی، ترکی، همه اشون برای نوآموزان هستند. بنابراین اگر کسی از شما معلوماتی میانه یا بالاتر از میانه داشته باشد، پس به دیگر درس ها مراجعت نماید بهتر می شود، چون که این درس ها خاص نورسان یا نوآموزان هستند. خب شروع میکنیم دیگر از الفبای زبان فارسی. الفبای زبان فارسی، اینجا در بین قوس ما نام‌های حرف‌ها را نوشته ایم. نام‌ها از تلفظ‌ها یا آوازها فرق میکنند. مثلا این حرف اگر نامش الف باشد لیکن آوازش در داخل کلمه یا در اول کلمه یا در آخر کلمه فرق میکنند. مثلا صدای آ یا ا را دارد. بنابراین در بین قوس ها نام های حرف هستند و این حرف ها در کلمه چطور خوانده می شوند یا اینکه چه آواز ها را افاده میکنند، اونها را در درس های آینده خواهیم گذاشت. الفبای زبان فارسی: الف، 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 ب، 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 پ، 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 ت، ت، ث، 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 جیم، 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 چ، 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 ح، 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 خ، 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 دال، 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 زال، 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 ر، 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 ز، 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 ژ، 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 سین، 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 شین، 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 صاد، 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 زاد، زاد، stumble, زاد، تا، 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 ظا، 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 عین، 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 غین، 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 فا، 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 قاف، 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 کاف، کاف، کاف،
گاف 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 لام 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 میم 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 نون 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 واو 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 ها 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 یا 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 الفبای زبان فارسی 32 حرف هستند. عبارت از 32 حرف است، مانند به الفبای زبان عربی هستند. یعنی الفبای زبان عربی 29 تا است، 28 تا است. علاوه بر الفبای زبان عربی 4 حرف دیگر در اینجا حرف های نو هستند، مثل حرف پ، چ، ژ و گاف. باقی همه حروف الفبای زبان عربی هستند. خب این بود درس یکم. از همه شما خواهش میکنیم این درس ها را نویسید و از یاد کنید و تا درس های دیگر خدا نگهداری شما.